وقتی گنگ یوتیوب چطورین بچه؟ خوش اومدین به ویدیو جدید دیگه با من. دوستان همونطور که از تامنل و تایتل ویدیو دیدید امروز قراره بریم کاستوم تک به تک با یکی از رفیقام. این دوستم حالا بذار من داخل وایس باز کنم بهش بگم. یه لحظه. محمد صداری؟ محمد داره. آقا داشتم صحبت میکردم. ببینید من این رفیق 2 سالم محمد، خب بعد واقعا باورتون میشه نمیدونستم فری بازی میکنه. آقا ما داشتیم فوتبال بازی میکردم داخل پارک، رفتم دیدم داره فری بازی میکنه اینا. بعد گفتم بیارم یه ویدیو باش بگیریم. تا حالا باش کاستوم نرفتم، این اولین کاستومم. میخوام فکر کنم بازیش بعد اوکی باشه دیگه. بریم سراغ ویدیو. محمد حرف چیز نداری؟ نه فقط کاستوم چجوریه؟ کاستوم میزنم تک به تک. خب دیز یو ام پی دلول میذارم. وان مثل آدم پله میدیم اگه بلد بشی دقیقاً. بعد بلد بشی لولت میخوره. بعد آره دیگه. ببین وان شات دیگه. وان شات میدونی یعنی چی؟ نه فقط کامل میدونی. اوکی. دوستان عزیزی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید حتما لایک کامنت سابسکرایب کانال فراموش نشه. اگه یک ذره از فالوش کن. نه دروغ میگه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک این ویدیو رو بزن. اگه یک ذره با من حال کردی سابسکرایب با من بزن. 4K داریم میشیم. حالا شاید این ویدیو رو گذاشتم 4K شده باشه. من فکر کنم 3950 تا نه. بعد آره دیگه. آره 100% این ویدیو رو که میذارم 4K به بالا دیگه. خب حتما این ویدیو رو لایک کن، یه کامنت انگلیسی بذار که سابسکرایب نپره، یه سابسکرایب هم بکن اگه ذره من حال کردی. بی معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان عزیز و گرامی اومدیم داخل کاستوم. قراره تقریبا این دوستان رو بندازیم. محمد گفتی چند وقت فری بازی میکنی؟ دوستان عزیز یادتونه اسمی که رکورد میکردم گفتم آقا FPS هم میاد پایین. الان میبینید اولترا بدون لگ هیچی پشماتون بریزه. آقا داخل گزینه‌های شیائومی یه قسمت پیدا کردم میوایز آپدیت هم یه چیزی بود. بعد اونو روشن کردم. الان اولترا میذارم لگ الان از این بعد یه لازم است نه خوبه بازی بلد. روتین زد یه صداش دادیم. راند اول گلیم بچه من نه رفیقم آقا. واقعا باورت میشد محمد بعد 2 سال رفاقت حاجی من تازه فهمیدم فری بازی میکنی. من میدونستم تو بازی میکنی. چرا به من نمیگفتی؟ چرا به من نمیگفتی؟ ما 2 سال رفیقیم. نه سرویس. ها؟ زیادم بازی نمیکنم من مثلا هر روزی 2 تا. چند وقت بازی میکنی محمد؟ الان هست دادن. چند وقت؟ 2 سال اینا. یعنی از موقعی که ما تو رفیق شدم تو فری بازی میکردی؟ دهنت تو سیدی. از قبلش هم بازی میکردم ولی دیگه نه. محمد دهنت سیدی. آقا پینگ خوبی بدیه. پینگ منم همینطوریه. به نظر تو بازی من خوبه؟ نمیدونم. بعد وایسم. تو میدونستی من یوتیوبرم؟ ای کارتری اخم بلده بذاره باشم. من نمیخوام بهش UMP بزنم. UMP بزنم نمیتونه ران بگیره. آی آجی من UMP هم خیلی سما. UMP بزنم عمرم بتونی ازم ران بگیره. فقط سامان چی؟ صدا گیمت داره واسم میاد. مشکل نه داخل ویدیو هم میفته همیشه. بذار یکم کنم کمتر. ریکوردم زدی هست. آره ببین من UMP بزنم نمیتونی ران بگیری. خب شما مگه SMG فنی؟ ها؟ یا مگه SMG فنی تو؟ نه مدرک دید. وایسا چی شد یه لحظه. اوکی بازی بشیم خودت آی UMP میگیری لاشی؟ من UMP بگیرم
اوی مال من میسته خیلی داشتی محمد، خیلی داشتی محمد. شما نمیبینم باشه عیبی نداره. اسکل من 4000 تا سابسکرایب دارم، سابسکرایبرام میدونم من بازیم خداست. نه مدرک داری. مدرک ده اینو تو از کجا میدونی؟ تو رفیقم دیگه. بله دوستان عزیزی تا اینجا ویدیو تماشا کردید، حتما لایک کامنت سابسکرایب چنل فراموش نکنید. دیدم خدا. بیا اینو گرفتم دابل چونه ده میخوام پاره کنم دش. نمیدونستم یه اسم یه کنی کنسله به یخم چه بزن. واسه اونایی که نمیدونن این کاراکتریه که به یخ تیر میزنی، نه یخ میشکنه ولی تیرم میزنی هیچ نمیزنی. شعار عبدی تیر بزن آقا شرمنده ای که من کمتر صحبت میکنم چون قراره اینجوری پسشو بزنم. باشیم با اینا بس بازم بس باید پرکو اینجوری. بازم FPS عادی رو نمیگیرم با اینکه اون میای همین آبگیری دیک بود چی بود کسیه رو بودیم روشن کردم. باشه داشت بیا پر شد دیگه بیا بسته بیا باگه یخ هم کشتی. خب بک منظورم نه که بعد ازش بیا کجایی تو؟ داداش من با ایستادم نزن منظورم نه که یا خودو برده یخو تو خوبیه او یه لازمه یه سکوت کن بشار بابا وستمو جویدی. داداش دو تا ایت خوردی یه دونه بست نزده تو ویدیو افتاده دیگه لاشی. من اونزی نشت ایلمنته دیگه. حالا اونزی رو دیگه ولش کن اونزی کسی از زد میمیسه اوس کن میدونی من خودم سر این بازی پیر شده. سامان پینگ تو هم بده یا پینگ من فقط این بدی؟ پینگم تو ویدیو از 86 90 حاجی 60 واسه منم همینه. خودش 90 تا 80 صده ولی 78 75 80 الان 94 80. بابا الان رکورد کردم اینطوری شده یعنی پینگ کلا 50 60 خداست. الان تو حالی فکر کنم داداش اینجوری بخوای پیش بری تا الان ویدیو 6 دقیقه شده. خب جون مادرت یکم بیا سریعتر فایت بدیم تموم کنیم بیا. آره پس بیا جلو سریع بزنت مثل کاستومر قبلی. نه بیا یکم سریعتر اوکی داشت. الان میگه ما که تالی کاستوم نرفتیم. خب نرفتیم دیگه داشتیم این رفتیم. خب دیگه خواستم بگم یعنی بگم که بگی تو نگو. من یوتیوبر مورد علاقه کیه؟ من یوتیوبر مورد علاقه ندارم داشت من خودم یوتیوبر مردمی خودم مورد علاقه همه. خودم مورد علاقه هم. دوستان سابسکرایبرتون داره ها. کامنت ها محمد چونی رو تک کنید. لایک میکنم. حالا نمیگفتی هم اوکی بود ولی حالا باش. این نشونه فشاره تو داشت فشار. مثلا این نشونه های ویست دادنی. چی میشه راش بدی جون مادرت؟ ما 2 دقیقه است داریم همینجا فایت میدیم. اینجوری بخواد پیش بری نمیتونم بزنم شرمنده. پولی خورد. حتی میشینی میزنم. من اصلا کجا نشستم محمد من کجا نشستم؟ من اصلا فشار نمیخورم. محمد نوبسگ بدبخت افتاده پلش جهان سومیه یتیم نمیدونم اصلا اینا رو بدون. یوتیوبر کیا رو میشناسید؟ بچه‌ها شاید ندونین ولی سامان بی‌جسمن سگ. نه گو میخوره مثل سگ. هر کی بی‌جسمن موقع شنده است. نظر من که حسن هر کی بی‌جسمنه. 4 کی داری 3 کی خورده ایش. میدونم. آره
بیا سری فایت بدیم دور یخ ماریخ نکن چون مادر باش بخون تو ویدیو میفته بخون اینجوری منظورم چرا باز خط چی میگه داداش شو میخواستی راش بدی که بزنی آره لاشی اسکول فعلا که 4-1 عقب یا محمد نظری حرفی سخنی ها حرفی چیز نداری با تو هم الو محمد هستی چرا رفتی پشمام صدا میاد محمد داشت دیگه در این حد هم دیگه فشار دیگه زشته رفت واقعا تمام من برگشتم هست ریدم یه لحظه گفتم فشار خورد بک داد نه خوب پس الان فشاری یه لحظه اینگم جابجا شد فقط 2 تا 84 خورد یه 136 فشار ابدی دیدی چرا بازم خوبه اسکول هران دیم فیلمی نیست با به خدا ویدیو هست خب من یوتیوبمو نمیدونم داری یا نه داری ویدیو داری یوتیوبمو آره موقع گفته دارم چجوری یوتیوبمو داشتی پشما اوکی برو ببین ویدیوم حله ببین من یه دقیقه هیچی رفت روشن کنه آقا دوستان عزیز قرار 8 بخوریم دوست عزیزمون روشن کرده قرار صحبت نکنی آقا دوستان من ایران تو صحبت نمیکنم یه لحظه یه دیگه شد کن دیگه باشا کنی اینقدر بدم محمد اگه صدام داری نگاه کن اینقدر بدم میاد از کسی که دوریخ میکنه به خدا دارم میگم دوستان راستی پرسیده بود گفتی چند انگشتی بازی میکنه و اینا از 3 انگشتی سلطان بازی میکنه پشماتونم بریزید بگم شد ببین به حضرت بس من این رانده بخورم فشار میکنم سگی فوش خار مادر اوی قشنگ زد بنازم لایکت کنم نه بلده یه چیزایی بلده میشه باش ویدیو گرفت وایسه تا باز میکنی زدی دیگه خوشحال شدی وایسه تا باز میکنی فقط چون محمد جون محمد بیسم هیچ دوباره اسم میکنم زمان من مشکل چیزهای اقتصادی اینترنت شده ما نظرت از اینجا باید کالو قطع کنیم یه دقیقه نظرت برای چی؟ قطع کنیم من این چیر بزنم یه دقیقه FPS من بره بالا اوکی آقا یه دقیقه فقط بک ندی فشار خوردی خفه وون بازی کن جون مادرت خالی نکن قسمت دادم آیناش آقا بوس بکنیم FPS 38 داشت میداد پشم اوه وایس یه دو آپدیت بزنم مثلا FPS دارش هم میده لغوش کنیم دوباره بزنیم اسکل نه بازیش خوبه بچه FPS 36 چرا ناموسن خب چون رکوردم باید FPS 36 بگیرم من چی گناهی کردم ادخور تو شاب آقا به نظر شما بازیش خوبه؟ من چشم آب نمیخوره از این پلیر در بیاد دوستان از یک تا اینجا ویدیو تماشا که حتما لایک کامنت لگو ببین
حتما لایک کامنت سابسکرایب چنل فراموش نشه. آقا رکورد میکنم اینطوری ها، عادی اولترا میکنم میرم رنگ اصلا ناموسن تخ بشم نیست. با یه رای بهم بدید واسه رکورد تو رو خدا لگنم رفت آتیش بکشونه اینوری و رو سالش هد زدن. کی بود میگفت از دو یخ بدش بیاد؟ من نبودم. مدرک دارین؟ مدرک داری من بودم دوستم. آقا ناموسن واسه منش فول کنم من میام بیرون چونت میزنم. داشت صبر کن صبر کن داداش. در سیت اچ پی من مدکیت میزنم شاخ هم میگم فلج شدم. چرا من این نزدم؟ چه پولی خورد. فشار بخور داشت. فشار ابدی اسکول. اکانتش هم فکرم لول 50 اینا بود آجی. 52 53 این هلوش بود. دقیق نمیدونم دوستان دیگه فکرم زیادی رکورد کردم. دارم لگ میزنم حافظم پره. دقیق نمیدونم. صبر کنید ببینم. سلطان میبینید؟ سلطان که رئیسته به خداست. مگاتای بله دوستان خیلی ممنونم. بس عزیز خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. شرمنده از راند 6-2 به بعد بود فکر کنم. دقیق نمیدونم. از اونجا به بعد دیگه نتونستم رکورد کنم به دلیل 6 به نفع من تموم شد. آقا وایسا چند به نفع تو تموم شد؟ 6 مدرک هم نداری که بخوام اینا دارم تا آخرش بازی کردم دوستان. 8-2 زدمش. اینا شدش. بعد وایسه حتما اگه تا اینجا ویدیو تماشا کردی لایک این ویدیو رو بزن. یه کامنت انگلیسی بذار که ثابت نپر. حتما هم چنلمو سابسکرایب کن. اگر هم دوست داری با یوتیوبرای دیگه ویدیو بگیرم مثل نیکوتینو یا آرش ایکس مان و اینا حتما داخل کامنت بهم بگید باشون اوکی میکنم چون رفیقام بگم 100% قبول میکنن. تا ویدیوی دیگر گود بای.